محل قرارگیری نور پروانه مقابل صورت و بالاتر از سطح مدله. پس همه نورها بالاتر از سطح مدلن، تقریباً 45 درجه. همه اینا تقریبیه. و مقابل، وقتی میگیم مقابل یعنی مقابل بینی. پس مقابل بینی و بالاتر از سوژه یک سایه زیر بینی تشکیل میشه، ولی این سایه روی لب نمیافته، فقط زیر بینیه و باعث میشه که صورت کشیده نظر بیاد. یه سایه های کنار صورت قرار میگیره و سایه زیر بینی. این باعث میشه که صورت من جمع‌تر بشه. برای افرادی که صورت‌های پرتری دارن مسلمه خیلی مناسبه. صورت رو کشیده تر میکنه، خط گونه رو زیباتر میکنه. میتونم مثل نورهای دیگه از تمام منابع نوری استفاده بکنم. اگر از کاسه استفاده بکنم مسلمه کنتراست شدیدتری به من میده. اگر از سافت باکس یا چتر استفاده بکنم نور نرمتر و ملایمتری به من میده. پس نور مقابل صورت.